تسلسل در تکفیر. در خوارج قدیم تسلسل در تکفیر نبود. همین میدونید شما. ما همه خوارج قدیم خوندیم. در یگان طائفه از خوارج قدیم تسلسل در تکفیر نبود. تسلسل یعنی چی؟ زنجیره تکفیر. آدم یکم، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، تمام عالم به خاطر یک کفر تکفیر می شود. حالا که همون کفر مجمع علیه نیست، حالا که همین کفر یک شاید تکفیر کرده نمیشه. از سبب جهل. همین یک بدعتی که نو پیدا کرد. اما اذا کفر الحاکم و کفر المحکوم، این خوارج ها همین میگن. حاکم کافر شود، محکوم کافر است. یک. همین ها با میگن که این عقیده خوارج جدود است. لیکن این سخنی نجدات بود، بل اجاریده بود. اجاریده های قدیم میگفتن که حاکم کافر شود، محکوم کافر است. در دارالکفر زندگی، همین گپه امروزه خوارج های جدید هم میگن که در دارالکفر زندگی کرده ها کافر است. یک. بعد از این میگن که ما انسان ها را به ظاهر شک نمیکنیم. هر کس شهادتن را گوید هم، نماز خواند هم، این کافر است، زیرا که ما از باطن او بیخبریم، زیرا که او کفر به طاغوتش را ظاهر نکرد. این هم عقیده خوارج قدیم از نجدات است. لیکن امروز همین طائفه سوم خوارج ها که خودشان را اهل سنت پیروی از سلف صالح میگویند، همین سخن را میگن. و یا همین تکفیرشان را کفر الحاکم کفر المحکوم، تکفیر نکردن به ظاهر، این مقصد همیش تکفیر بالعموم است. یا سوم روششان تکفیر العام، تمام روی عالم بوده مردم کافرند شده، ما مسلمان را از غیر مسلمان جدا کرده نمیتوانیم گویان، اما را تکفیر میکنند. اینها خوارج های جدودی امروز هستند. اینها به بین اهل مسلمین، در بین مسلمان ها، در بین اهل توحید، از سه طائفه که امروز هست، امروز سه طائفه خوارج هایی که هست، خوارج های قدیم، خوارج های جهمیه که اهل سنت را خوارج میگن، به مانند مداخله، سروری ها، حزبی ها، اینا هم خوارجن. و انا این طایفه سوم که تسلسل در تکفیر، تکفیر عام، تکفیر به ظاهر قبول نکردن و تکفیر و غیره و غیره، اذا کفر الحاکم کفر المحکوم، در بین موحدین، در بین مسلمین از همین خوارج ها کدامش زیادتر منتشر شدنش ممکن است یا که مرش ممکن است؟ طائفه سوم، طائفه یکم را قریب که اکثر آدم میفهمد و میشناسد و خوب زود دور میشه. بجز از همه آدم احمق توپای دیگر کسی به مانند عقیده ابو محمد الکردی پیروی همون شدن و به همون دوست شدن، آدمی به عقل این کار نمیکنه، میفهمد که این خیلی گمراه ظاهر است، غلوش سخت است، خوارجی ظاهری قدیم است. طایفه دوم مدخلی، سروری، حزبی، غلات، رافضه، اینا که خوارجای خوبسا اهل سنت و موحدین را تکفیر میکنه. اما طایفه سوم غلو کرده ها در تکفیر، این طایفه را مردم نمیشناسند، زیرا که این طایفه از صوفی است، از حزبی ها نیست. این طایفه سوم از مداخله نیست و از رافضی هم نیست. طایفه سوم از حزبی، از سروری، از مداخله، از رافضه براعت میکند. در باب اسما و صفات هم طایفه سوم عقیدهش به مانند نه معتزلی نه جهمی عقیده ندارد، بلکه عقیدهش شاید یا بگیم بسیاری اینها یا اکثرش یا کاملا در باب اسما و صفات، اثبات اسما و صفات عقیدهش اهل سنت و جماعت است. یعنی در باب اسما و صفات عیناً عقیده اهل سنت و جماعت میبینه. اجماع رو هم قبول میکند، بعضی اینها اکثرش اجماع رو هم قبول میکند. به گناه کبیره تکفیر نمی کند. طایفه سوم شناختنش مشکل است. برای همین بسیاری ها به طایفه سوم از درون موحدین جوانهای بی علم یا که بگیم
منهج نفهمیده جوانهای به علم و جاهل نو از اهل سنت باخبر شود، به خوارج طایفه سوم رفتنش ممکن است. برای چی؟ بار دیگر میگم، برای که این طایفه میگه که ما گناه کبیره که تکفیر نمیکنیم، ما عقیدمون در باب اسما و صفات همون خیلی که اهل سنت میگن همون خیلی است. الله مثلا دست دارد، پا دارد، در بالای عرش است، اینا مثل اهل سنت و جماعت است. هر کمتر در تکفیر غلو میکنه در اینجا. ما میگه در باب ایمان زیاد و کم میشود، اینو اون میگیم و غیره و غیره. اما در باب تکفیر بالعموم میکند، تکفیر بالتسلسل میکند، ظاهر انسان را قبول نمیکند، در دارالکفر بوده را تکفیر میگد، کافر میگد تا ظاهر نکند میگد. انا اینها از این جهت هم خوارجند، یعنی اینها غلوشون، طایفه سوم غلوشون در تکفیر است. مشکلی اساسی موحدین با همین است. اینها برای چی با همینها مشکلی میشود؟ برای چی همین طایفه سوم برای موحدین ضررش زیادتر میرسد؟ برای که موحدین وقتی که مثلا در یک جا جمع شدند، مسلمان ها همه به خاطر جهاد در یک جا مثلا جمع شده باشند و غیره و غیره باشد، و درون موحدها صوفی نمی رود، خوارج قدیم غلات نمی رود، مدخلی هم نمی رود، رافضی هم نمی رود. لیکن انا این طایفه سوم، این غلو کرده ها در تکفیر همراه شما می رود. شما فکر میکنید که بله برادر شما است، زیرا که در نماز به مانند شما 5 وقت میخواند، به مانند شما عقیده اسما و صفات دارد و کمی در باب شما فکر میکنید که کمی در باب تکفیر غلو کرده است. اما انا همینها روز از روزها میخیزند، مسلمان کشی را شروع میکنند، زیرا که نشین است. اینها همون منطقه را کافر میگویند، کافر نشین میگن. اگر به زیر دست شما یگان منطقه داخل شد، اینها میروند مسلمان هایی که در این منطقه بود، نمازخوان، روزدار باشد، شهادتین را میگوید، زنهای به حجاب را میگن که این عملهای ظاهریش اسلام نیست، اینها باید مسلمانیش را ظاهر کنند. میگن تا ظاهر کردنش اینها میروند و اینها را قتل کردنش جایز میگن، پول مالش کشیده گرفتن جایز میگن، و هر کسی که همین عقیدهشون قبول نکرد همین رو هم تکفیر میکنن. یعنی این خوب است اول در حالت کمی پنهانی می ایستند و عقیده خود منتشر میکنند، و وقتی که جمعیتشون صفشون زیاد شد، خروج واقعی کرده و در بین مسلمین کشتار را به وجود میآورد. طایفه سوم خیلی خطرناک است و این طایفه سوم صفش را از همین موحدین، همین شما جوانها طالب علمان اهل سنت وقتی که گوش میکنید و مذهب اهل سنت فهمیدید، این خوارج ها صفشان را از شما پر میکنن، صفشان را با شما وسیع میکنن. برای که شما خوارج گفته فکر کردید که خوارج فقط به گناه کبیره تکفیر میکند، خوارج کسی که اجماع را قبول نکرده تکفیر میکند، خوارج این خوارجون. خوارج حقیقی این خوارج را نشناختید که خوارج های هستند که گناه کبیره کتی تکفیر نمیکنند، اجماع را هم انکار نمیکنند، اما غلو در تکفیر کرد، ظاهر انسان قبول ندارد، ظاهر خودی که اهل سنت است، فقط یک مشکلی در باب تکفیر دارند. اذا کفر الحاکم کفر المحکوم، یا میگن یعنی به دیگر عباره گویم هر کسی که در دارالکفر است این کافر است، زیرا که توحید ظاهر نکرد، زیرا که کفر به طاغوت ظاهر نکرد. هر کسی که من عقیده را ظاهر میکرد این خوارج است. از تمام جانب اهل سنت باشد، از تمام جانب اهل سنت باشد. اما اگر گوید که هر کسی که در دارالکفر است این انسان را ما حکم اسلام ظاهری، حکمی اسمی نمیدهیم، بلکه این انسان را که نماز میخواند، شهادتن را میگوید، در مسجد نماز میخواند، ما از او کفر شرک ندیدیم ولی کافر میگویم تا زمانی که عداوتش را ظاهر کند، کفر به طاغوت را ظاهر کند، وگرنه این کافر است، نمازش شهادتینش علامت اسلام نیست. میگه انمینها خوارج غلات سخترین. از جانب دیگر اینا جهمی شدنشون ممکن است، فراموش نکنید.
در دیگر بعضی مثلا میبینید که اینها جهمی است، اما فقط در باب تکفیر غلو میکنه. و بعضی ها فکر، بعضی ها جدا کرده نمیتواند. بعضی اهل سنت فرق اهل سنت را از این فرق خوارج ها جدا کرده نمیتواند. فکر میکند که اهل سنت هم همینو است، کمتر فرق میکند، بیا من اینا را میگیرم، کمتر دینم احتیاط میکنم، بهترش همینا را گیرم میگم. برای که امروز جوانهای امت اسلام از کفر و شرک دلگیر شد، از خیانت دلگیر شد. 100 سال است که بیزار از خیانت حزبی، بیزار از خیانت رافضه، بیزار از خیانت قبوری های جهمی ها شد. اینها از دلگیر شدنشان جوانها زیادتر به همین عقیده تکفیر میرن. در درون ترمه ها جوانها وقتی که از درون ترمه های طاغوت، وقتی که جوانها بسیارتر کشته میشوند، زده میشوند، لط و کوب تحقیر میشوند، انا همین عقیده را میگیرن. برای همین این عقیده امروز دارد منتشر می شود و سبب منتشر شدنش هم خود طاغوت ها است. خود یهود و نصارا و لشکران یهود و نصارا طاغوت ها مخصوص دانسته این کار میکنند. شما فکر نکنید که این عقیده خود به خود پهن می شود، فقط از سبب جهل نیست، بلکه خود طاغوت ها امروز میخواهند که انا همین عقیده منتشر شود. برای چی؟ برای آنکه این عقیده وقتی که منتشر شد، مسلمان ها 100 سال دیگر هم دیگر کشی میکنند. یک، برای آنکه این عقیده غلات منتشر شد، مسلمان ها هیچ وقت، هیچگاه در یگان جا با هم در یک جا آسوده در زیر یک حکومت شرعی قرآن و سنت خوارج میخواد همه را کافر گفته تکفیر کشته میپرد. برای همین مخصوص امروز طاغوت هایی که خودش مسلمان میگوید، این طاغوت ها درون ترمهش پوری جوان ها میکند، در درون ترمه ها مخصوص جوان ها را چیکار میکند؟ اذیت میدهد، آزار میرساند، زنهایش را آورده تجاوز میکند. مخصوص این وظیفه گذاشته شده است که جوان ها نفرتش اینقدر زیاد شود که به غلو تکفیری رود و در همین جنگ و جدال هم منهج پیامبر صلی الله علیه وسلم را ترک کند و به غلو رود و غلو که رفت با مسلمان کشی سر. به ما علما گفته بودن که تا سالهای همین 10-15 سال پیش، تا بگیم یک 20 سال پیش، تمام کفار مسلمان ها را به واسطه این مذهبی جهته می انداختند، مسلمان ها را پراکنده می کردند و شکست می دادند. اما وقتی که علما ضد جهمی ها سخت کار کردند، جهمی ها را خونسا کردند، به مسلمان ها جهمی ها را شناس کردند، مسلمان ها از حقیقت خباثت جهمی ها شناس شد. البته شما فکر میکنید که دشمنان اسلام از این چیز بیخبرند؟ دشمنان اسلام فهمیدند که مسلمان ها را دیگر به واسطه مذهبی جهمی فریب داده نمیشود. اناکنون مسلمان ها دلگیر شدند، در حالت غضب هستند. اناکنون مسلمان ها را به خوارج ها فریب داده میشود. نقشه دوم کشیدند. اناکنون خوارج ها را منتشر میکنند طاغوت ها. یعنی مسلمان هایی که جوان هایی که خیلی هم غلو کرده است، اینا منتشر میکنند. برای چی؟ برای اونکه خواه جهمی باشد خواه خوارج شکست مسلمان هاست، خواه جهمی باشد خواه خوارج تفریقه بین مسلمان ها و موحدین است، خواه جهمی باشد خواه خوارج اینها به فایده طاغوت و شیطان است. برای همین همیشه میگیم که جهمی و خوارج دو قنات شیطان، دو شاخ شیطان. برای شیطان مهم نیست که مردم جهمی باشد یا خوارج، هر دوشم برای شیطان گمراه است، خوب است. زیرا که ضرر خوارج هم کم نیست و ضرر جهمی هم کم نیست. هر دوش اسلام شکست میده، مسلمان های موحدین نابود میکنه. برای همین است که ما تعلیم میگیریم، میآموزیم، نازکی ها رو میفهمیم، به شما میفهمیم. برای همین است که علما لازمند، در هر یک دور و زمان طالب علمان اهل سنت لازمند.
برای همین است که در هر یک دور و زمان علما آمده مردم را در منهج ناب صاف تازه اهل سنت و الجماعت که قرآن و سنت فهم سلف است نگه می‌دارد. بودن طالب علم علما برای همین ضرور است که خوارج ها را نگه دارند، از این طرف رد زنند و نابود کنند، جهمی ها را رد زنند و نابود کنند. علما سبب امنیت علمای ربانی اهل سنت و جماعت منهجی پیروان قرآن و سنت با فهم سلفی امت سبب امنیت مسلمان ها، سبب پیشرفت مسلمان ها همین علمای ربانی اهل سنت و جماعت هستند که خوارج را شناختند و رد کردند، جهمی ها را شناختند و رد کردند. حکومت شرعی قرآن و سنت با فهم سلفی این امت هم همین علمای ربانی اهل سنت و جماعت هستند که خوارج ها را رد میزنند یا جهمی ها را رد میزنند. برای همین این طاغوت ها این را هم فهمیدند، تمام علمای اهل سنت طالب علمان اهل سنت را محکم میکنند. نه 5 سال، نه 10 سال، نه 20 سال، نه 30 سال، یک عمره. شما هزارها علما دارید، یک عمره محکم است. اما اون کسانی که علما نیستند، خائنند، منتشر میشوند، کتابهایشان به پول به مبلغ به شما تقسیم کرده میشه. یهود و نصارا جوش باید تقسیم میکنند. برای همین این چیزها رو ما باید فهمیم. ما بازیچه دستی شیطان و لشکران شیطان نشویم. برای همین علمای اهل سنت و جماعت رو ما باید گوش کنیم، مصلحت گیریم، مشورت گیریم، یک جا باشیم. به عالم و به طالب علم این کارها وحدت مسلمان ها، پیشروی مسلمان ها به وجود هرگز نمیاد. بعضی ها میگن که این عالما را ترک کن، همیشه تکفیر کن، ما خودمون وحدت میکنیم. ما تماشا میکنیم طالب علم علما وقتی که در جمعیت نیستند، بعد از یک خوارج، بعد از 2 جهمی، بعد از 3 میبینی 3 طایفه همدیگری رو به قتل میرسند. الله المستعان. این چقدر یک مسئله مهم است. من نمیدونم که برادرها میفهمند که این چقدر نازک است. آیا میفهمند که این چقدر مهم است؟ آیا میدانند که سبب شکست ما مؤمنین، موحدین، مسلمین در نشناختن خوارج و در نشناختن جهمی، یا این خیلی دیگر به ایبار در نشناختن خوارج و بی‌پروایی کردن به جهمی است. بسیاری ها جهمی را میشناسند، بی‌پروایی به جهمی میکنند، خوارج را نمیشناسند. ما باید هم خوارج و هم جهمی ها را شناسیم و پیش هر دوش را هم بگیریم. و منهج اهل سنت در بین جهمی و خوارج واضح آشکار انیق باشد. اما افسوس که امروز بعضی بنام علما در این ملت فارس فهمیده یا نفهمیده همین طائفه سوم را نصرت میدهند. همین طائفه سوم، خوارج‌هایی که غلو کردن در تکفیر، نصرت میدن. میگن که هر کسی که در دارالکفر است اگر عداوتش را ظاهر نکند، کفر به طاغوت را ظاهر نکند، او کافر است. یعنی نماز خواندنش، شهادتین گفتنش علامت اسلام نیست. این عقیده خوارج است. هر کسی که این را میگوید این اصول خوارج را گفته و خوارج گفته میشه. این انسان ها را میبینید که در باب عذر بالجهل، عذر المشرک، مذهبی جهمی است. خیلی گفتیم از جانب اینها غلو کردنشون هم ممکن است، از جانب جهمی شدنشون هم ممکن است. الله المستعان. سبب به علمی و به منهجی. اما علما و طالب علمایی که الله سبحانه و تعالی توفیقشان داده است، الله نعمت بزرگش را که فهم و درک است داده است، این چیزها را فهمیدن و به من شما تعلیم دادن، آموزانید. این بود 3 طایفه خوارج های امروزه.